و طهارت علی قسمین، طهارت به دو نوع است. القسم الاول طهارت معنویه، اول طهارت معنوی است که به چشم نمیبینیم، و هي طهارت القلب من الشرک. چقدر خوب گفت، قلبت از شرک پاک، هیچ ذره شرک نمانی، ذره شرک، نه شرک سیاسی، نه شرک قبر، نه شرک بت، نه شرک رهبری. بسیاری در شرک رهبر گرفتاره. میگه رهبر ما که هرچی گفت ما گردن میتم، شرک مشرک میشه. الله که هرچی گفت لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق اطاعت نمیکنی در گناه خالق باشه. پدر مادر بسیار حق داره. الله میگه و ان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بعلم فلا تطعهما. اگه کوشش کرد که شرک کنی به ما آنچه که علم نداری، اطاعت پدر مادر نکو در گناه، در هیچ گناه اطاعتش نکن. شوهر با بالای خانم بسیار حق داره، اما اگه تقاضای گناه را کرد اطاعتش نکنی، وش کرده باش، بگو نه شوهر جان نمیکنم. گفت که ما میخوایم، تو بد میکنی که میخوایم، نمیشی تو اسلام. گفت طلاقت میتم، بگو زود دیگه نمیال طلاق وارد کن با بالای من، کاش که می تو خال ما باشه. یک شاگردم پیش ما آمد، گفت عروسیم است، خودش دیندار با یک بیدین گرفته بود. اگه تو دینداری چرا بیدین میگیری؟ گفت من شوهرم میگه در عروسی بیا در هتل، امی شب اول هم لباسای سفید بپوش، این جایت معلوم باشه، این قولای پلوش باشه و کارش. اما یک لباس بیایایی غربی است، نه سفید. اونم مچم 20000 30000 40000 کرام میگیرن برای 2-3 شب. حتی در شهر نو گفت 70000 2-3 شب کرام میگیره، 70000. ما گفتم تا که احمق در جهان باشه مفلس در نمیمانه. حالا این مفلسا در سیتی سنتر ششتگیستن، این احمقا میرن و لباسا رو میارن. چی میکنی و لباسا؟ در کجا اسلام گفته شده که لباس شب جدا و لباس خینه جدا و اسوب جدا و چاشت جدا و بیگای جدا، بازی تو بیجا؟ گفت من گفته که اگه این کار نکنی باز بسیار خفه میشه. من گفتم تو چی میگی؟ گفت من ایران هستم. تو چرا ایران هستی؟ برش بگو که حرام است. اگه گفت خفه میشم، بگو الله میتونه این میال قلبت بترقانه، زود تمیال مرد جدا شو. گفتم که تزوی جای نشی که باز سر تو دوسی میکنه، خودش دوس خواست تو رو هم خراب میکنه. من ایران میمانم با بعض دخترای دیندار، داد دین میزنه میره یک بدین انتخاب میکنه. این میال گفتم میلاش کن، زود میلاش کن. گفته چی میگه؟ ما مردم آزاد هستیم، همین تو زنای ما به لباس و به این فیلم برداری هم میکنیم. خیر است، خیره، ما آزاد هستیم. تو خب بیدین هستی که آزاد هستی، آزادی که بنده الله نیستی. من نیستم بیدین، تو برش بگو. یکم تا حافظ قرآن از دیندار است، با یک لندنی بیدین میتش برو. کجا میرم؟ لندن. هی افسوس، دارالحرب، مکانی که علیه اسلام و اعلان جنگ کردگی است، تو میری در اونجا، دینم داده دینم میزنی. ایمان والله در قلبت جای نگرفته، ناق به دروغ میگی که من ایمان دارم. با دعوای سلفیت هم میکنم من سلفیستم. واخ سلف خو صحابه بود که الله میفرماید محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار، کسایی که به امرای رسول الله در برابر کافر شدید است، رحماء بینهم، در بین خود نهایت مهربان است. سلف خونا بودن. تو که کافر خوش داری در بین کافر زندگی کنی، در بین کافر بگردی. باز حتی حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که لا يقبل الله من مسلم عملا، فکر این حدیث خو الله قبول نمی کند از یک مسلمان هیچ عملی را. کدام مسلمان؟ یقیم بین اظهر المشرکین، که در بین مشرکین زندگی میکنه، حتی یفارق من المشرکین الی المؤمنین، تا که به طرف مؤمنین نامده عملش قبول نیست. در بین کافر مشرک زندگی میکنه، هیچ عملت قبول نیست، نماز روزه و هیچ چیزت قبول نیست. شرک سیاسی است. رئیس جمهور صاحب هر چی که میگه، رهبر ما هر چی که میگه، هر چی که میگه، نه، این شرک سیاسی است. و هر قانون دنیا را قبول داریم؟ نه، قانون الله را غیر از الله دیگه هیچ قانون قبول نداره. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله علماء و رهبرای خدا نه رب جور کردن. این کار نمیکنیم. و کل ماران علی، هر چیزی که زنگ میزنه در قلب، این از او پاک، از معاصی، از شرک، این گناه پاک بکن. و هی اهم من طهارت البدن. کتابتان میگه می طهارت قلب مهم است از طهارت بدن کنه. این ظاهرت پاک باشه، قلبت شرک باشه، چی کنیم؟ یکم تا می ظاهر خدای تو پاک میکنه، نه پاک
من چون که در روز چند دفعه برز دانه میزنه و پاک و عطر دیو صاف کن لشم کده خدا میره و لباسای خدا چقدر روزی یک دریشی را تبدیل میکنه، حتی شب چاش یک تا بیگاه دیگه تا در روز 30 دریشی را تبدیل میکنه. اما قلبش یک مرداری و مرض شرک پره. این بسیار مهم.